چرا شما ساعتی دست چپ زدید؟ چرا؟ بسیاری شنیدم میگن دست چپ مردها میزنن، دست راست زنها. که در اصل من خود زیر یک برنامه دیدم که گفت که خوب میشود اگر ساعت دست و چندین نفر رو مثال آورد، ده ها نفرای دنیوی. لیکن شنونده ها رو آگاه باید کنیم که یگان ضروریت ندارد، یعنی که مهم نیست که حتما باید دست چپ، اما طریق مسلمانیش خوب میشود دست راست. درست میگید. در حقیقت ما زندگی نامه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو میخونیم. خب در اون حالت ساعت‌های دستی نبود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انگشترین داشت. انگشترینش در دست راست بود. اما با بعضی روایت ها در دست چپ هم پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشترینشون رو انداختند. پس از اینجا ما میفهمیم و در هیچ جای نه است که در دست چپ دوختنی انگشترین یا دوختنی ساعت منع شده باشد. این چنین نیست. اما مذهب ما و عرفان میگوید که افضل و بهتر است که در دست راست باشد. پس نباشد عوض کنید. پس میگیم هم در دست چپ دوختن اگر انگشترین رو بین نوبت گیریم، پس هم در دست چپ دوختن درست است، اما در دست راست دوختن افضل تر است. از این حدیث به اون حدیث عمل میکنیم. اما زیبیشش در اون است که هر کاری خوبی ما چه است؟ طریق دستی راست هست، با دستی راست هست. خوب زیبیشش با دستی راست هست. بسیار خوب. سلام باشید. وقتی که مردم رو میبینیم، همین وقت خودش یک نعمت است. نعمت ها زیاد است. نعمتی هست که حتی یک ثانیه گذشته، یک دقیقه گذشته رو میلیون ها صرفه کنن، تمام علما ها جمعشن چیکار میکنن؟ برگردانده نمیتونن. یعنی قصد وقتی گذشته تمام. اطراف همین چی گفتنی داره که تو مردم بی پروا نشن. ما یکی را مثال آوردیم اما خیلی زیاد هستن که ما دو ویشه وی کردیم. ما میبینیم متاسفانه مخصوصا جوانان در روز در شبکه‌های اجتماعی در کارهای بیهوده ساعت‌ها و عمر خود را تلف میکنند و برهم میدهند. یگانه نعمتی است که وقتی دقیقه یا ثانیه از او رفت دیگر باز نمیگردد، این عمر است. صحتمندی بعضی حالت خداوند جل و علا به انسان بیماری میآورد، وزنینی میآورد، بعد از اون اگر خدا خواسته باشد باز شفا مییابد، باز صحتمند میشد. اما عمر انسان یک نعمتی است که هیچ وقت بر نمیگردد. برای همین سوگندهای زیادی در قرآن آمده است. خداوند سوگند میخورد. سوگند به چاشت، سوگند به شب، سوگند به عصر. مفسر میگه والعصر، یکی از سوره های کوتاه ترین قرآن. به نام خداوند بخشنده مهربان. والعصر، سوگند به عصر. مفسر میگن که عصر یعنی زمان، وقت و در عموم عمر انسان است. خداوند به عمر انسان سوگند یاد میکنه. ان الانسان لفی خسر. خدا میگه و درستی که همه انسان ها در زیانند. همه اینجا مگر دارد 4 گروه. این هشدار است که از این 4 گروه باشد. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. همه انسان ها در زیانند مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند. ایمانی به تنهایی، به عمل صالح، به نیکی و نکوکاری ناقص است. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. و یکدیگر را به حق و صبر توصیه دادن و راهنمایی کردن. این 4 گروه از مردم در چی هستند؟ خب در زیان نیستند. و اگر بخواهیم که این نعمت عمر رو بفهمیم و درک کنیم، ما از حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌بینیم میگه که هیچ انسانی در روزی رستاخیز قدمی نمیگذارد حتی اینکه از 4 چیز پرسیده شود. حتی یسأل عن 4 عن عمره فی ما افناه. اولین سؤال از عمر است. عمرت رو در چی کار سپری کردی و صرف کردی؟ و دویم سوال و عن شبابه فی ما ابلاه. جوانان شما مخصوص عمر جوانی رو دوباره سوال می شود. عمر از اول تا آخر یک بار سوال می شود و در اینجا این یک هشدار است که جوانان باید به قدر این عمر برسند، به قدر جوانی مخصوص برسند، به قدر این سلامتی و قوت و شهرت این نعمت های فراوان برسند. و از مال پرسیده می شود که از کجا به دست آورده است و به کجا چیکار کرده است؟ نفقه کرده است، بخشیده است، استفاده کرده است. و در اخیر از جسم انسان پرسیده می شود که با جسمش چیکار کرده است. پس انسان کامیاب و موفق می شود که نقشه دارد.
نقشه روزانه دارد، نقشه هفتگینه دارد، نقشه ماهانه دارد و نقشه سالانه دارد. در اون نقشش عبادتش، در اون نقشش نیکی هایش، در اون نقشش خب خیرخواهی هایش، علمش، مهارتش، این همه عبادت است و باید هر مسلمانی در زندگیش هدف و نقشه داشته باشه. با آن نقشهش عمل کند و باید کامیاب و موفق میشد ان شاء الله. خدا خواهد.